سلام و درود دوستان، به بخش 15 هم از چرخ بسیار بسیار خوش اومدید. تو این بخش میخوایم با چیزایی که تا کنون یاد گرفتیم یه پروژه رو با همدیگه انجام بدیم. خب من همچون همیشه نخست از همه IDE خودمون که اینتلیج ایدیا باشه رو باز میکنم و اینجا میام روی پوشه کاتلین کلیک راست میکنم و روی نیو و سپس روی گزینه کاتلین کلاس اور فایل کلیک میکنم. نام پروندم رو میذارم که 15 باشه. روی فایل کلیک میکنم تا فایل این بخش از آموزش ما درست بشه و اکنون نخست از همه همچون همیشه یه فانکشن مین میزنیم و توی بادی یا بدنه این فانکشن میایم پروژه خودمون رو میزنیم. اگرچه شاید ما بهتر بود که توی فانکشن های متفاوت و مختلف می اومدیم این پروژه رو پیاده سازی میکردیم و همه کدا رو توی یه دونه فانکشن مین نمیزدیم، ولی از اونجایی که شما هنوز فانکشن ها رو یاد نگرفتید ما پروژه رو همین جوری که همه کدامون رو یک جا پشت سر هم بنویسیم انجام میدیم. ولی پس از اینکه فانکشن ها رو یاد گرفتیم دیگه خیلی بهتره که فانکشن بندی بکنیم و چند تا فانکشن داشته باشیم و همه کدا رو یه جا ننویسیم که شلوغ پلوغ و به هم ریخته نشه برنامه‌مون. خب نخست از همه بیاید پروژه رو ساختارش رو تعریف بکنیم، ببینیم که چه پروژه‌ای اصلا قراره بزنیم. خب پروژه من یک پروژه بانکی هستش که دارای چند تا منوه. 2 تا منوی بنیادین داره. حالا من به پارسی نمیتونم 2 رو بنویسم، همینجوری با حروف مینویسم. 2 منوی بنیادین، 2 تا منوی اصلی داره و هر کدوم از این منوها خودشون چند تا زیر منو دارن. حالا اون 2 تا منوی بنیادین ما چه منوهایی هستن؟ یکیشون منوی ثبت نامه و دیگری هم منوی انجام کارهای بانکی، مثل واریز به حساب، برداشت از حساب، گرفتن موجودی و غیره. حالا ثبت نام زیر منویی نداره، یه سری اطلاعات از کاربر میگیره و ثبت نام انجام میشه، ولی انجام کارهای بانکی خودش زیر منوهایی داره که من اینجا میام مینویسم. یکی از زیر منوهاش بررسی موجودیه. حالا من یه خط میام پایین تر. یکی دیگه از زیر منوهاش برداشت از حسابه، یا اول واریز از حساب بنویسیم، واریز به حساب. این یکی از زیر منوهاش. یکی دیگه از زیر منوهاش برداشت از حسابه و حالا یه دونه خروج هم همه جا داریم که اینو اینجا نمی نویسیم، موقع انجام پروژه کارشو انجام میدیم. پس ما یه پروژه بانکی داریم که 2 تا منو داره. تو یکی از منوها شخص ثبت نام میکنه تو بانک، مثلا حساب ایجاد میکنه، و تو یکی دیگه از منوها شخص کارهای بانکی خودشو میاد انجام میده. اون حسابی که حالا اومد باز کرده رو میاد مدیریت میکنه، موجودی اون حسابشو بررسی میکنه، یا یه پولی به حسابش واریز میکنه، یا از حسابش یه پولی برداشت میکنه. حالا این برداشته رو ما برداشت نقدی در نظر میگیریم. حالا من اگه بتونم اینجا بنویسمش، به جای این مینویسم برداشت نقدی از حساب. و یه دونه کارت به کارت هم داریم، بدین گونه یه دونه کارت به کارت هم ما اینجا میذاریم. حالا پروژه واسه این که بهتر بشه یه دونه گزینه کمک به خیریه هم میذاریم. خب این پروژه ماست. شخص میاد یه حساب ایجاد میکنه و اون حساب خودش رو میاد مدیریت میکنه. خب پیش از این که ما این پروژه رو بخوایم انجام بدیم، نخست از همه من یه چیزی رو یاد بدم به نام ریدلن. ریدلن یه دسته که شما باش میتونی یه مقداری رو از کار دریافت بکنی. برای تغییر میزنم اینجا، اگر شونده بگیم حالا بهتره، از گونه ولول نیم. حالا من زبانم پارسیه،
اینم یه خورده هنگ کرده بود. بله نیم اینو مقدارشو من برای نمونه اینجا اگه دستی بزنم امیر مهدی، خب زمانی که برنامه اجرا میشه این مقدار امیر مهدیه، ولی من میخوام مقداری باشه که کاربر وارد میکنه. من اسم کاربر رو نمیدونم که خودم اینجا دستی وارد بکنم، میخوام کاربر خودش برام وارد بکنه. اینجا از دستوری به نام readln ما باید استفاده بکنیم که میاد از کاربر اون مقداره رو میگیره و با اون مقداره ما میتونیم کار بکنیم. الان نیم شخص رو داریم و برای نمونه من همین نیمو میتونم بیام و پرینتش بکنم. خب من الان اگر برنامه رو اجرا بکنم، ببینید توی خروجی چیزی چاپ نمیشه ولی برنامه هنوز متوقف نشده، یعنی برنامه منتظر منه یه چیزی وارد بکنم و پس از اون کارشو بیاد انجام بده. برای نمونه من میام میزنم امیر مهدی و انتر رو میزنم، اینها الان این نیم من که خودم وارد کردم و میاد برای من توی خروجی چاپ میکنه. من کاربر این امیر مهدی رو وارد کردم، دیگه برنامه نویس وارد نکرده و به جای امیر مهدی هر چیز دیگه ای رو هم میتونستم وارد بکنم. پس readln کاربردش اینجاست. ما یه مقداری از کاربر میخوایم بگیریم، این readln اینجا کاربرد داره. ما حالا اینو پاک میکنیم و میریم برای انجام و پیاده سازی این پروژه بانکیمون. خب 2 تا منو داریم دیگه، یکی ثبت نام، یکی انجام کارهای بانکی. ما این 2 تا منو رو نخست از همه پیاده سازی میکنیم. قبل اینکه ثبت نام رو پیاده سازی بکنیم میایم نخست از همه این بخش که شخص بتونه انتخاب بکنه میخواد وارد منوی ثبت نام بشه یا میخواد وارد منوی انجام کارهای بانکی بشه رو پیاده سازی میکنیم. چجوری میتونیم پیاده سازی بکنیم؟ ببینید من یه کنترل زد میزنم، این کد رو برمیگردونم. زمانی که ما این کد رو اجرا کرده بودیم برنامه منتظر بود یه مقداری من وارد بکنم ولی چیزی نگفته بود، یعنی برای نمونه نگفته بود نیم تو وارد بکن، همینجوری فقط منتظر بود. خب ما باید مشخص بکنیم واسه کاربر که چه چیزی رو باید وارد بکنه دیگه. واسه این کار چه کاری باید انجام بدیم؟ واسه این کار ما میتونیم پشت این جایی که readln گذاشتیم یه خط بالاترش یه دونه پرینت بذاریم. println نه پرینت، حالا بعضی جا شاید println بذاریم ولی پرینت معمولا لازمه ما میشه و پرینت رو میذاریم و توش اون چیزی که از کاربر میخوایم رو مینویسیم. برای نمونه میگیم enter your name و یه 2 نقطه میذاریم، یه فاصله هم میذاریم. حالا اینجا اگر برنامه‌مون رو ما دوباره اجرا بکنیم نخست از همه ببینید اینجا دیگه یه خط خالی نیست، میگی enter your name و این جلو منتظر ماست که نام خودمون رو وارد بکنیم. اینجا برای نمونه امیر من وارد میکنم و انتر که بزنم میاد حالا اون کاری که ازش خواسته بودیم و برای ما انجام میده و نیم رو برای ما پرینت میکنه توی خروجی. پس این نکته رو هم لازم بود که خدمت شما عرض بکنم. خب حالا نکته‌ای که نخست از همه اینجا وجود داره اینه که ما میخوایم برنامه‌مون مرتباً در حال اجرا شدن باشه. نمیخوایم زمانی که کاربر یه کاری رو انجام داد برنامه بسته بشه، میخوایم منتظر بمونه تا کار دیگه‌شو کاربر انجام بده یا اینکه اگه خواست خودش اگزیت بزنه. خود به خود نمیخوایم برنامه تموم بشه، میخوایم همیشه در حال اجرا باشه. واسه همین نخست از همه پیش از اینکه هر کدی بخوایم بزنیم یه دونه اینجا حلقه ترو که یه حلقه نامحدود هستش میندازیم که برنامه همیشه در حال اجرا باشه. نگران نباشید اینجا وایل تروه دردسرساز نمیشه. خب حالا نخست از همه 2 تا منو اینجا داریم، میخوایم بین این 2 تا منو شخص یکی رو انتخاب بکنه دیگه. این 2 تا منو رو میایم پیاده سازی میکنیم. چجوری این کار رو میکنیم؟ خب نخست از همه ما یه دونه println میزنیم و اینجا مینویسیم منوها. خب منوها رو نخست از همه میخوایم به کاربر نشون بدیم. حالا میخوایم بره خط بعدی، یه دونه اینجوری > n میزنیم، یه دونه انتر میزنیم و اینجا میزنیم 1 نقطه register منوی ثبت نام و 2 منوی مدیریت. برای نمونه اکانت مدیریت حساب دیگه، اکانت منیجمنت بدین گونه اگه اشتباه ننویسم
فکر کنم اشتباه نوشتم. بله منیج، این باید اینجوری باشه دیگه، منیجمنت. بله. و حالا یه دونه منوی دیگه هم میذاریم، نامشو میذاریم 0 یا بهتره بگم شمارهشو، و نامشو میذاریم اگزیت. شخص همین اول کار شاید بخواد خارج بشه. حالا اینجا اینا واسه اینکه روی هم در واقع جلوی هم قرار نگیرن و زیر هم بیفتن، باید آخر هر کدوم یه دونه بک‌اسلش n اینجا بدین گونه قرار بدیم. حالا این دیگه نیازی نداره چون آخرین منوه و بعدش دیگه منوی دیگه وجود نداره، واسه همین نیازی نیست که بک‌اسلش n قرار بدیم. حالا میایم یه دونه پرینت میزنیم، میگیم select your، یا بهتر بگیم select a menu، یه منو انتخاب بکن. خب اینجا باید شماره منوشو بزنه، برای نمونه 1 2 یا 0 و یه دونه متغیر میذاریم منیو که ببینیم کاربر چه منوی رو انتخاب کرده، و اینجا میایم رید الن میکنیم از کاربر. و حالا این رید الن به ما استرینگ برمیگردونه. منو چون قراره اینتیجری باشه ما استرینگ نمیخوایم، ما اینو میایم تو اینت میکنیم. حالا بهتره که تو بایتش بکنیم، ولی واسه اینکه به دردسر کمتری بخوریم همون تو اینت میذاریم. خب حالا شخص منوی خودش رو انتخاب کرد، ما میخوایم بیایم بگیم اگر برای نمونه منوی 1 رو انتخاب کرد فلان کار انجام بشه، اگه منوی 2 رو انتخاب کرد فلان کار، و اگه منوی 0 رو انتخاب کردم یه کار دیگه برای نمونه انجام بشه. این کار رو ما با when انجام میدیم، میگیم زمانی که منو ما، حالا اینو میام باز میکنیم، 1 بود این کار انجام بشه، 2 بود این کار انجام بشه، 0 بود این کار انجام بشه، و یه دونه else هم که میتونیم براش بذاریم اگه هیچ کدوم نبودم بیا یه کار دیگه انجام بده. خب اگه 0 بود چی کار بکن؟ ببینید ما الان توی یه لوپ هستیم که نامحدوده. زمانی که شخص منوی 0 رو انتخاب کرده یعنی میخواد از برنامه خارج بشه، واسه همین از این لوپ باید خارج بشه، لوپ باید شکسته بشه. واسه این کار ما یه دستوری داریم به نام بریک که میاد اون حلقه رو میشکنه، حلقه دیگه متوقف میشه و از اون حالت اجرای خودش در میاد. پس من اینجا توی else، حالا تو else که نه، تو else باید ارور بدیم به شخص زمانی که 0 رو وارد کرده. حالا ما میتونیم اینجا یه انتر هم بزنیم، اینجا کدوم رو به تبعیت بکنیم. اینجا ما میخوایم یه بریک انجام بدیم زمانی که شخص 0 رو وارد کرد دیگه برنامه بسته بشه، از حالت اجرا در بیاد، این حلقه ما، این لوپ ما شکسته بشه. پس اینجا ما یه دستور بریک رو هم با هم دیگه یاد گرفتیم. خب حالا اگه شخص عددی که وارد کرد نه 1 بود نه 2 بود نه 0 بود، ما اینجا باید چی کار انجام بدیم؟ ما میایم یه دونه پرینت الن براش میکنیم، میگیم error try again، خطا دوباره تلاش کن. و اینجا چون ما بریک نکردیم زمانی که این پیغام به کاربر نمایش داده میشه دوباره میاد این کارا انجام میشه، یعنی دوباره منوها نمایش داده میشه به کاربر و از کاربر خواسته میشه که یکی از منوها رو انتخاب بکنه. خب پس اینم از else ما. حالا ما زمانی که شخص میخواد خارج بشه قبل اینکه بریک بکنیم و برنامه رو ببندیم هم میتونیم براش یه پرینت انجام بدیم و برای نمونه بگیم گودبای، خداحافظی قبل اینکه برنامه بسته بشه میتونیم انجام بدیم. خب حالا واسه ثبت نام یا بهتره بگیم نام نویسی، اینجا به جای ثبت نام بگیم نام نویسی بسیار بهتره، نام نویسی. خب برای نام نویسی باید چی کار بکنیم؟ میایم توی 1 و اینجا یه انتر میزنیم و کدای مربوط به منوی 1 رو اینجا مینویسیم. خب ما برای نام نویسی یه دونه ایمیل از کاربر میخوایم، یه دونه رمز عبور یا پسورد دیگه، درسته؟ حالا میتونیم هم شماره بگیریم با رمز عبور، هم میتونیم ایمیل بگیریم. حالا ما اینجا ایمیل میخوایم بگیریم،
پس یه دونه که اینجا میایم ول ایمیل میزنیم و مساویش میذاریم با read ln. به چیزی تبدیلش نمی کنیم چون به صورت پیش‌فرض استرینگ و ایمیل هم خب به صورت یه متن دیگه رشته است. و حالا یه دونه به قولی پسورد هم اینجا میخوایم بگیریم. پسوردش هم شخص میخوایم که استرینگی باشه و اینجوری رید النش میکنیم. خب حالا میخوایم به شخص بگیم که ایمیل تو وارد بکن، پسورد تو وارد بکن. خب ما نخست از همه میایم یه دونه print ln میزنیم و اینجا مشخص میکنیم که شخص توی به قولی ریجستر منو هستش بدین گونه. و حالا یه خوشگل کاری هم بخوایم براش انجام بدیم، اینجوری خط هم میتونیم بزنیم، پشتش یه پرینت الن دیگه هم میتونیم بزنیم و بدین گونه چند تا فاصله هم میتونیم بذاریم و اینجا میتونیم دوباره یه چند تا فاصله، البته فکر نکنم نیاز باشه، بله همون ریجستر منیو باشه بهتره دیگه، نمیخواد از این فاصله ها بذاریم. و حالا میایم یه دونه پرینت میزنیم و میگیم enter your email و واسه پسوردش هم یه دونه پرینت میزنیم و میگیم enter your password. پس اینم از این. حالا از شخص یه دونه ایمیل میگیریم و یه دونه پسورد. البته به جای ایمیل اگه نام کاربری یا یوزر نیم بگیریم بهتره، اینم میذاریم یوزر نیم. و حالا پس از همه اینا ما میتونیم یه پرینت الن اینجا بزنیم و بگیم برای نمونه دان انجام شد و ویلکام، خوش آمدید. و یه دونه از این پرینت النا زمانی که میخوایم از منوی یک دیگه خارج بشیم میذاریم که برنامه ما شکل خوشگلتری توی خروجی داشته باشه. حالا این شد ثبت نام ما. خب حالا توی منوی 2 زمانی که شخص میخواد حساب خودش رو مدیریت بکنه، ما نخست از همه میخوایم این یوزرنیم و پسوردش رو چک بکنیم. یه یوزرنیم پسورد بگیریم ببینیم آیا با یوزرنیم پسوردی که توی به قولی زمان ثبت نام به ما داده برابر هست یا نه. اگه درست یوزرنیم پسوردش رو زد بتونه حسابش رو به قولی مدیریت بکنه. پس توی منوی دوم نخست از همه ما دوباره از شخص یوزرنیم پسورد رو میگیریم، منتها برای لاگین کردن نه برای ثبت نام کردن. حالا ما نیاز داریم به این یوزرنیم پسوردی که شخص داده به ما. الان اگه ما اینجوری برای نمونه یوزرنیم بزنیم خب نمیتونیم بهش دسترسی داشته باشیم، به ما یوزرنیم رو نمیده. از یوزرنیم فقط توی این منوی 1 میتونیم استفاده بکنیم. چی کار باید بکنیم که همین یوزرنیم رو بتونیم توی منوی دوم هم داشته باشیم؟ ببینید ما اینجا بیرون از این منوی 1 میخوایم این متغیرها یا بهتر بگیم دگرگون شونده ها رو تعریف بکنیم و تو منوی 1 فقط میخوایم مقدار دهیش رو انجام بدیم. اینجوری میتونیم توی منوی دوم هم به قولی این یوزرنیم پسورد رو به کار بگیریم. پس ما میایم اینجا قبل اینکه وارد منو بشیم اصلا همین بالا توی حلقه که به قولی آغاز میشه یوزرنیم پسورد خودمون رو میایم تعریف میکنیم. میگیم وله یوزرنیم که برای نمونه یه مقدار خالیه، یه استرینگ کاملا خالیه و یه دونم وله خب پسورد میزنیم که اینم یه دونه استرینگ خالیه. خب اینا رو از گونه ور ما میکنیم که مقدار دهیشون رو بتونیم اینجا انجام بدیم. اینجا دیگه این ولو بر میداریم میگیم آقا یوزرنیم بشه این رید الن من، اینجا هم این ولو بر میداریم. خب حالا از این یوزرنیم پسورد میتونیم توی منوی شماره 2 استفاده بکنیم. من این پرینت الن رو با کنترل C کپی میکنم و میام میندازم اینجا
می نویسم account management، اینو کپی میکنم از اینجا یه رونویسی میگیرم و اینجا account management menu. خب حالا میام یه پرینت میزنم enter your username. خب یوزرنیم خودتو وارد بکن و حالا میام همینجا، دیگه نیاز نیست بریزمش توی یه متغیری، همینجا چک میکنم، میگم آیا این یوزرنیمی که شخص وارد کرد، یوزرنیمی که شخص وارد کرد چی میشه؟ همین ریدلن میشه. میگیرم ازش و میخوام ببینم که آیا این رید النه، حالا اگه به ما به قولی ارور نده، برابر با یوزرنیمی که شخص قبلا وارد کرده و ما داریمش هست یا نه. اگه برابر بود، اگه پس به قولی یوزرنیمی که وارد کرده بود یوزرنیم درستی بود، ما میایم یه پرینت دیگه میزنیم، میگیم اینجا enter your password. بدین گونه رمز عبور شخص رو میخوایم. حالا میایم اینجا و میگیم اگر دوباره رید الن ما مساوی با پسورد این بار بود، بیا حالا یه کاری رو انجام بده. من اینجا 2 تا اسلش میذارم که بعداً بیایم این کار رو انجام بدیم. اینجا یه تودو هم میتونید جلوش بنویسید، به رنگ زرد در میاد، باعث میشه که حواستون باشه بعداً بیایید انجامش بدید و این قسمت رو کامل بکنید. خب این از این. حالا زمانی که سر ایف اصلی من اگه یوزرنیم اشتباه بود، بیا بگو یه پرینت الن بکن، بگو برای نمونه this user not exists. این کاربر وجود نداره. حالا سر ایف دوم اگه شخص پسوردش رو اشتباه وارد کرد، میایم یه پرینت الن میزنیم و میگیم the password is incorrect. اگه درست بنویسم incorrect، بله، رمز عبور اشتباه. خب پس این از این موضوع. خب حالا زمانی که شخص پسوردش هم وارد کرد، ما میتونیم یه دونه منوی دیگه بزنیم، میزنیم ول ساب منیو، یه همچین اسمی براش میذاریم و رید النش میکنیم به صورت اینت، یه تو اینت براش میذاریم. خب حالا قبلش یه دونه پرینت هم میذاریم، یا البته اول یه پرینت الن و اینجا مینویسیم باز منیوز، یه همچین حالتی که بالاتر زدیم اینجا، اینا یه همچین منویی که ما زدیم، اینو دقیقا ما یه به قولی کپی ازش میگیریم، میایم اینجا پیستش میکنیم با کنترل وی و حالا اینجا فقط منوها اون نامشون فهم کنید چه منوهایی قرار بود که ما داشته باشیم. بررسی موجودی، واریز به حساب، برداشت نقدی، کات به کات، کمک به خیری. خب اولیش پس چیه؟ بررسی موجودی میشه بالانس. اینجا باید بذاریم چک بالانس، درسته؟ بررسی موجودی. خب این منوی نخست ما. واریز به حساب میشه دیپوزیت. حالا من حروفم فارسی بود، میشه دیپوزیت تو اکاونت، واریز به حساب دیگه، درسته؟ حالا اینجا دیگه چی داریم ما؟ برداشت نقدی از حساب. پس میایم یه دونه انتر اینجا میزنیم. حالا توی استرینگمون اگه انتر بزنیم اینجوری خودش میاد برای ما کاراش رو ردیف میکنه و اینجا ما منوی سوم هم میزنیم وایت دراو اگه اشتباه نکنم، البته وایت
withdrawal from account، برداشت از حساب. خب حالا اینجا یه بک اسلش n رو هم یادمون نمیره که بذاریم و منوی چهارم هم قرار بود چی باشه؟ کارت به کارت، که حالا تا اونجایی که من میدونم باید بشه کارت تو کارت و اگزیت هم که حالا اینجا داریم باز، ولی یه دونه کمک به خیریه هم هست، اینم میزنیم دیگه. پنجم help تو، حالا خیریه هم که میشه charity اگه اشتباه تلفظ نکنم، اینجا دونیت بنویسیم بهتر، donate to charity. خب حالا میایم اینجا براش به قولی ون رو میذاریم و میگیم زمانی که چیه ما اون به قولی ساب منیو ما چی بود؟ یک اگه بود دوباره فلان کار رو انجام بده، حالا من اینش یادم رفت بذارم. دو اگه بود یه کار دیگه انجام بده و همینطور برای سه هم میایم اینو تکرار میکنیم، برای چهار هم همینطور، برای پنج هم همین گونه و در پایان هم صفر و یه دونه هم که حالا ما براش else میذاریم بدین گونه. خب حالا ما ای کاش که اینو توی وایل میذاشتیم، چون اگزیت و اینا داره. ما این منوی دو رو میایم تا اینجا که منوی دو باشه یه کنترل X میزنیم، یه دونه وایل ترو براش میذاریم و توی بدنش اینو با کنترل V میایم پیست میکنیم. و خب حالا زمانی که شخص اینجا میاد کجا بود؟ سر اینجا، سر ورود کردن یوزرنیمش رو اشتباه میزنه، میگیم به قولی این پایین تر حالا باید بیایم this user not exist، ما میتونیم در ادامه بگیم try again، چون به قولی قرار دوباره اون پسورد و اینا از کاربر درخواست بشه، چون توی یه حلقه ایم و هی میاد این کار انجام داده میشه. حالا ما میتونیم بیایم این فاصله ای که به قولی اینجا هست و یه بار فقط این بالا بندازیم، این فاصله دیگه هی تکرار نشه. خب حالا زمانی که شخص اینجا به قولی صفر رو وارد کرد میایم یه بریک میکنیم. حالا اگه فانکشن ها رو یاد گرفته بودیم میتونستیم یه کار بکنیم که زمانی که شخص صفر رو وارد کرد به قولی برنامه بیاد دوباره از اینجا اجرا بشه، یعنی این وایل ترویی که توی منوی دوم داریم رو میتونستیم بریک بکنیم ولی دوباره بریم توی وایل تروی اصلیمون، ولی خب اینجا چون فانکشن رو بلد نیستیم کلا باید بریک بکنیم و به قولی دوباره مثل همون وایل ترو اصلیمون یه دونه به قولی گودبای به شخص بدیم. خب حالا اینجا من اینو اگه پرینت بکنم بهتر. و خب زمانی که شخص else رو وارد کردم مثل همین وایل ترو اصلیمون میایم همین کار رو انجام میدیم دیگه. این پایین اگه بیایم زمانی که شخص else رو وارد کرد گفتیم println error try again، همینو من حالا کنترل X که نمی کنم سلکت میکنم، کنترل C میکنم، در واقع رونویسی میکنم و میام اینجا به قولی پیستش میکنم error try again. خب اینم از else ما. حالا منوی اول ما به قولی منوی مهمیه، موجودی کاربر. خب موجودی کاربر رو ما میایم اینجا یه ور میزنیم همین بالا و میزنیم یوزر بالانس، موجودی کاربر یا همون بالانس خالی هم به قولی ما میتونیم بزنیم و میایم مقدار اولیه‌اش رو به قولی صفر میذاریم و همون بالانس رو میایم اینجا تو منوی یک
براش چاپ میکنیم. چه جوری چاپ میکنیم؟ میایم یه دونه به قولی print ln یا print، حالا فرق نمیکنه، print ln باید باشه، print ln اینجا بهتره. میگیم your balance is $1 میذاریم اینجا و اون بالانس رو میدیم بهش. بسیار. حالا میایم توی منوی دوم، به قولی شخص میخواد یه مقداری رو واریز بکنه. اینجا یه دونه پرینت میذاریم، میگیم که مقدار رو وارد کن. چقدر میخوای واریز بکنی؟ enter the amount. مقداری که میخوای واریز بکنی رو وارد بکن و میایم اون به قولی بالانس شخص رو به علاوه مساوی مقداری که وارد میکنیم. یعنی یه دونه read ln از شخص میگیریم و به حالا اینتش هم تبدیل میکنیم و اون مقدار حالا هر چقدر کاربر داشته باشه، این مقداری که الان وارد میکنه میاد رو اون، یعنی اضافه میشه بهش و اینجا یه دونه حالا print ln هم براش میزنیم و میگیم done. یه بالانس هم یا بالانس تلفظ درست ترش باشه فکر میکنم بهش نشون میدیم آقا الان بالانس شما انقدر. خب حالا میرسیم به منوی سوم. شخص میخواد یه پولی رو نقدی از حسابش دریافت کنه، برداشتی میخواد از حسابش بزنه. همین کدایی که تو منوی دوم نوشتیم رو انتخاب میکنیم، یه کنترل سی میکنیم، میایم تو منوی سوم همینا رو پیست میکنیم. دوباره شخص مقدار رو باید به قولی وارد بکنه و ما این بار منهای مساوی میکنیم. همین. حالا تو منوی چهارم میخوایم کارت به کارت بکنیم. خب منوی چهارم هم حالا خیلی چیز سختی نیست، کار سختی نیست، ولی واسه اینکه زمان ویدیو خیلی طولانی نشه و از اونجایی که فعلا هم به درد شما نمیخوره پیاده سازی همچین منویی، من فعلا این منو رو حذف میکنم و دیگه منصرف شدیم از پیاده سازی چنین منویی. خب حالا اینم دیگه منوی چهارم میشه دیگه. اینجا 3 به قولی این منوی دونیت تو چریتیمون میشه 4. الان 4 رو باید پیاده سازی بکنیم. خب اینجا میتونیم بگیم به قول اون خیریه خودتون رو انتخاب بکنید و بعدش مقداری که میخواد واریز بکنه رو از حسابش کم بکنید. اینم دیگه چیز خاصی نداره، الکی زمان واسه اینکه گرفته نشه همین 3 تا منویی که ما اینجا داریم به قولی کافی هستش و ما این دونیت تو چریتی هم بدین گونه میایم از اینجا پاک میکنیم. همین 3 تا منو اینجا، یه دونه هم که منوی اگزیت داریم و الان این کار باید برای ما انجام بشه و برنامه باید به درستی کار بکنه. خب اجازه بدین که بنده برنامه رو اجرا بکنم و یه تستی با هم دیگه داشته باشیم ببینیم که برنامه‌ای که نوشتیم درست کار میکنه یا نه. خب من این زبونه رو از اینجا میگیرم، اینجوری میارم بالا که کل صفحه رو خروجی من بگیره و اینجا گفته منوز 1 ریجستر، 2 اکانت منیجمنت، 0 اگزیت. من اول از همه 0 رو امتحان میکنم، بله یه گودبای میده و خارج میشه. خب حالا دوباره برنامه رو اجرا میکنم و این بار منوی 1 رو اول خب انتخاب میکنم که ثبت نام بکنم. میره توی ریجستر منیو و میگه که یوزرنیم رو وارد بکن. من یوزرنیم خودم رو وارد میکنم، برای نمونه امیر مهدی، حالا با حروف کوچیک وارد میکنم و پسورد خودت هم وارد بکن. حالا درسته استرینگی من از حروف هم میتونم استفاده بکنم ولی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 من به قول اینجا وارد میکنم و حالا انتر رو میزنم و گفت انجام شد، دان ولکام. خب حالا دوباره اومد تو منوها، من این بار میخوام حساب خودم رو به قولی مدیریت بکنم. خب الان اومد توی اکانت منیجمنت منیو و یوزرنیم از من میخواد. من یوزرنیم خودم که امیر مهدی باشه رو میزنم. بله میگه که این کاربر وجود نداره. ببینم اشتباهی وقت وارد نکرده باشم، شاید یه جایی از خودمون مشکل داره. بله خب من بیام اینجا اینو ببندیم
توی کد ببینیم که مشکل از کجاست. خب ما یه یوزرنیمی داریم که یه استرینگ خالیه و اینجا مقدار یوزرنیم رو اومدیم عوض کردیم. بله این مقداره فقط اینجا عوض شده، همه جا به قولی عوض نشده. خب من میام یه چیز دیگه رو امتحان میکنم، میام اینجا یه پرایویت لیتینیت میزنم، لیتینیت ور. حالا اینو بعدا یاد خواهید گرفت. پرایویت لیتینیت ور یوزرنیم و دیگه مقدار اولی اینجا نمیخواد، فقط نوعش رو باید براش مشخص بکنیم که استرینگ باشه و اینم یه کات بزنیم بگیم پرایویت لیت اینیت ور پسورد که خب اینم از نوع استرینگیه و یه دونه هم بالانس داریم که دستی می نویسمش پرایویت لیت اینیت ور همون بالانسی که داشتیم و این حالا از نوع اینتیجریه دیگه که ما میایم بدین گونه اینت می نویسیم و حالا این یه دونه مقدار اولیه میخواد که مقدار اولیه‌اش هم میذاریم 0. ببینیم بازم گیر میده به ما یا نه. بله این لیتینیتش رو برداریم جواب میده. خب ما آره دیگه میتونیم لیتینیت ها رو برداریم و به قولی یه مقدار اولیه بجاش بهشون بدیم، یه دونه اینجوری استرینگ خالی رو بهشون بدیم، یعنی همون کاری که این پایین کرده بودیم. خب الان بعد مشکل برطرف شده باشه، من برنامه رو دوباره اجرا میکنم و حالا اجرا اگر بشه نخست از همه من منوی یکم رو انتخاب میکنم، ثبت نام خودم انجام میدم، یوزرنیم رو میذاریم امیر مهدی و پسورد رو میذاریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خب الان ثبت نام انجام شد، اکانت منیجمنت رو میزنم و یوزرنیم خودم رو وارد میکنم امیر مهدی، ببینیم که میشناسه یا نه. بله شناخت. پسورد خودم هم وارد میکنم 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خب حالا رفت وارد منوهاش شد و میگه که چک بالانس. من میخوام بالانس خودم رو چک بکنم نخست ازم، پس منوی یکم رو انتخاب میکنم و میگه که اون بالانس شما 0. خب الان دوباره از من میخواد که یوزرنیم پسورد خودم رو وارد بکنم. مثل این میمونه که شما میرید توی این به قولی دستگاه هایی که هستن واسه کارت به کارت و اینا، یادم رفته اسمشون، ATM. سر ATM ها شما میری کارت میکشی، موجودی میگیری، بعد مثلا میخوای یه کار دیگه انجام بدی دوباره باید کارت بکشی. این هم همونجوریه، دوباره از شما اطلاعات رو میخواد. میتونستیم یه کار بکنیم که یه بار فقط اطلاعات رو بخواد، ولی خب همینجوری هم خوبه. و الان حالا بالانس ما که 0، میخوام یه مقدار دیپوزیت بکنیم، در واقع واریز بکنیم به حساب خودمون و مقداری که میخوایم حالا واریز بکنیم و اینجا می نویسیم. برای نمونه 100، حالا یه شما 100,000 تومن، حالا به هر حال 100 رو واریز میکنیم و گفتان انجام شد. بالانس تو چند الان؟ 100. خب حالا دوباره من یوزرنیم و به قولی پسورد خودم رو اینجا میام وارد میکنم و میخوام دوباره موجودی بگیرم. یادم رفته موجودی رو میخوام دوباره موجودی بگیرم. همونطور که میبینید موجودی من چنده؟ موجودی من اینجا به قولی 100 و حالا دوباره میام یوزرنیم پسورد خودم رو وارد میکنم و اینجا میخوام یه مقداری وردارم از حسابم و این نمونه 50 تا میخوام وردارم و الان بالانس من شد 50. خب حالا دوباره من وارد میشم و اینجا همینجوری یوزرنیم پسورد خودم رو میزنم و اینجا دیگه بین منوها دیگه پشیمون شدم، کاری نمیخوام بکنم، اگزیت رو به قولی میزنم. خب الان گودبای میگه و میره توی منوی اصلی خودش میره توی منوی اصلی و به قولی بریکی که ما کردیم اون منوی زیر منوه رو به قولی بست، ولی منوی اصلی همچنان جریان داره. خب ما واسه این که زیر منوه رو ببنده منو اصلی هم ببنده، یعنی کلن برنامه رو کامل بزنه به قولی منحل بکنه، اینجا سر این زیر منو به جای بریک ریترن میذاریم. ریترن هم یه دستور مثل بریک عمل میکنه، منتها ریترن دیگه
کلن برنامه رو میبنده. یعنی نه تنها حلقه‌ای که توش هست و به قولی میاد و متوقف میکنه، بلکه به قولی حلقه های دیگر رو هم متوقف میکنه. خب من الان دوباره یه ریجستر میکنم، یه به قولی یوزرنیم پسورد راحت تر میذارم برای نمونه ادمین شناخته شده خودمون و حالا میرم توی اکانت منیجمنت و اینجا ادمین رو میزنم و اینجا اگزیت رو میزنم. دیگه کلا برنامه بسته میشه. پس اینم از این. با ریترن و بریک هم آشنا شدیم، یه پروژه خیلی خوب و به قولی خفن زدیم و با رید الن هم که آشنا شدیم. بسیار بسیار سپاسگزارم که تو این بخشم همراه من بودید. اگه دوست داشتید میتونید این ویدیو رو برای حمایت از ما یه لایک هم بکنید و یادتون نره لطفاً کانال رو سابسکرایب داشته باشین. اگه هنوز سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب بکنید که ویدیوها رو از دست ندین و اگه دیدگاه، پرسش یا پیشنهادی هم داشتید توی بخش دیدگاه های زیر همین ویدیو در خدمت شما هستم تا بخش های پس شما رو به خدای بزرگ میسپارم.